دفتر بازسازی شده سیسکو در نیویورک پر از تکنولوژیه. تکنولوژی که ردیابی میکنه و There's 5,000 individual data points that are being constantly collected and harvested in this facility. And tech used for collaboration. Is there any space in this office that doesn't have a camera? No, there isn't. دفتر هوشمند سیسکو ویترینی از فناوری‌های خود شرکت که نشون میده چه کمکی به پیشرفت فضای کار میکنه. چه شکلی و چطور کار میکنه. من با مسئولین پروژه گشتی زدم و تو چند تا جلسه شرکت کردم تا بفهمم اوضاع از چه قراره. دفتر 18,000 متر مربعی سیسکو تو شهر منهتن واقع شد. همون جایی که 17 سال پیش بوده. اما یه طراحی مجدد 18 میلیون دلاری انجام دادن که همه چیزش با تکنولوژی. This is one of the few projects where technology was really at the very beginning and pervasive throughout the entire process. در این فضا طراحی صفحات نمایش، دوربین‌ها و سنسورها مقدم بر چیدمان نورپردازی و مبلمان بوده که برای سیسکو هم یک کار جدید بود. کافی یه نگاه بالا بندازید و می‌بینید که سقف پر از تکنولوژی‌های مختلفه که کارهای مختلفی انجام میدن. So hard to miss this camera. What is this camera doing? Actually, this is a Meraki security camera, and obviously it's recording people coming in and out of the floor. But it's also got a tripwire built in. We can actually count people as they come in and decrement as they leave. So at any given time, we know the overall occupancy of the floor. اما برای اینکه بفهمیم کارمندا بعد از ورود کجا مستقر شدن، سیسکو از نقاط اتصال بیسیم خود مثل این دستگاه استفاده میکنه. Tracking mobile devices as a proxy for understanding occupancy of space and people, but it's also tracking air quality, temperature, and humidity. Is it tracking my mobile device right now? Yeah, it's tracking a mobile device. It doesn't know it's you, but it knows there are two mobile devices here because I have one in my pocket as well. وقتی وارد یه جلسه میشی، دوربین‌هایی برای اتصال کارمندان در تماس ویدیویی استفاده میشه که تعداد شرکت کنندگان رو مشخص میکنه. اما این نوع ردیابی کارمندان رایج نیست. تو آماری که از سال 2022 منتشر شد، فقط 1% شرکت‌ها دارای حسگرایی هستن که رفت و آمد رو ردیابی میکنه. 43% شرکت‌ها گفتن که اصلا حضور رو در محل ردیابی نمی‌کنن. همه اینا محصولات خود کمپانی سیسکو هستن. بقیه شرکت‌ها هم میتونن این سیستم‌ها رو بخرن و کارهای مختلفی رو انجام بدن. مثل کاری که سیسکو برای کارمنداش انجام داده. Really, what we have here is the great ability to show employees space availability. Red is obviously a space that is booked and being used right now, or amber is a space that's booked and not being used, and green is an available space. Let's find a space that we can go to. Yeah, so here's a space right here. We'll go to this space. Okay. Let's hold that, and that's going to give us 4 minutes to get over there. به نقشه طبقه سیسکو نگاه کنید. قسمت‌های آبی برای انجام کارهای فردی در نظر گرفته شده و قسمت‌های سبز رنگ هم برای تیم‌ها هستن. حدود 1700 کارمند در این دفتر مشغول به کارن. اما سیسکو انتظار نداره که همه در یه روز بیان دفتر. وقتی قراره که دور هم جمع بشن، سیسکو میز رو طوری طراحی کرده که دوربین جلسات همه رو در یک کنفرانس ویدیویی نشون بده و همدیگر رو راحت ببینن. از طراحی محل میکروفون گرفته تا این روکش مات که نور رو به صورت افراد جلسه منعکس میکنه، این استاندارد توش رعایت شده. برای کسایی که ترجیح میدن تو خونه بمونن، تکنولوژی‌ها اینجا به کمکشون میاد و این نمونه‌ایه که بقیه شرکت‌ها میتونن ازش استفاده کنن. So do you expect other companies you work with to want to do tech first, design second? Absolutely. I mean, so many of our clients are interested in seeing this space because of how this was built. I think anyone that's looking to build a new space is going to think this way.